در این ویدیو با هلدینگ باس بیشتر آشنا خواهیم شد. گروه شرکت‌های باس با بیش از 2 دهه سابقه درخشان در عرصه سرمایه‌گذاری طراحی، نظارت و اجرای کلی پروژه‌های عمرانی. این هلدینگ با برخورداری از پشتوانه و تجارب علمی موفق به کسب اعتبار شده است. در روستای سیزرود هستیم، واقع در استان گیلان که متاسفانه مردمان آن از امکانات ساده مخابراتی محروم ماندند. شرکت باتاب آرمان سرمایه زیر نظر هلدینگ باس با مشارکت شرکت مخابراتی ایرانسل در اقدامی بزرگ و مردمی پروژه USO را آغاز کردند. در ادامه بخشی از روند پیشرفت این پروژه رو در روستای زیبای سیزرود مشاهده خواهیم کرد. خب خواستم نظرتون رو در رابطه با شرکت باتاب آرمان سرمایه بپرسم. عرض سلام دارم خدمت شما و همکار محترمتون. بله، این شرکت حدوداً 1 سالی هست که اومده مکانی که دارم مشاهده می‌کنین اینجا دکل ایرانسل دارن نصب میکنن. از همکاری خوبشون ما تشکر میکنیم. با توجه به این که ما حدوداً 30 روستا توی بخش اشکبر و اولیا مشاهده میکنیم مشکل آنتن دهی داشتیم و با توجه به که اینا شرکت اومد آسیب شناسی کرد و مکانی را انتخاب کرد به عنوان دکل روستای سزیرود که میتونه 30 روستا رو پوشش بده، اومد اقدام کرد و در واقع اومد الان که میبینید که داره دکل نصب میشه. انشالله روزهای آینده ما امیدواریم که کار تمام بشه و این شیرینی باشه واسه این بچه‌های خودمون و خدا قوت میکنم به خود بچه‌های شرکت که دستشون در نکنه، زحمت کشید.